مادران و خواهران مهربان، مادر گهواره و عالم را با هم می پیوندد. رسالت پرزحمتی پرورش نسل‌ها را به دوش کشیده. با سیرشت و ضمیر پاکش برای هستی فرزند، آبادی خاندان و آسایش جامعه تلاش می نماید. برابر این دستر گهواره طفلش شب زنده داری کرده، کمالات او را انتظار می شود و تمام هستیش را به پرورش جگربندش صرف نموده از راه صدق مددگارش می گردد. این رسالت بزرگ انسانی مقام و مرتبه مادر را باز هم مقدس و بی‌نظیر گردانیده است. تحفه بهترین برای مادر چی است؟ حالا بعضی روزی مادر هم میگه تحفه خریدن در کار نیست. مادر انتظار تحفه نیست، محتاج هم نیست. مادر در تحفه بهترین این خوشبختی و سلامتی فرزندش. از این تحفه بی‌نظیر قیمتترین دیگر چیز دیگر به مادر راضی نیست. سلامت باشید. به قدر شیر پاک مادر نرسیدن، زحمت بیدارخوابی های او را فراموش کردن و پدر و مادر ستم کردن و در پیری و درماندگی به قدر رنج و عذاب آنها نرسیدن بزرگترین گناه است. ما فرزندان اگر تمام عمر به مادر خود خدمت کنیم، به رنج شب زنده داری و زحمت او به خاطر تربیت و به کمال رسانیدن ما برابر شدن نمیتواند. کدام مرد اقلاً در حیات زندگیش یک شب، تنها یک شب گهواره جمانده خوابش را پرانده است؟ نه هم مرد با خانه دیگر می رود که من آوازم بودش خوابم غم می کنم. بله همین است، همین است. و بینید که مادر چقدر زحمت میکشد. یک طفل از نوزادی با کمالات به سطح وزیری و دانشمندی و پرزیدنتی و دیگر میرساند. کی میکند این دیگر؟ ما مردها اگر تنقید نیست 3 کودک در یک خانه مانید، بگه که همین روز مردک شما روزی 8 مارس روزی مادرها، من خانه مادرم میروم یا که اپام میروم، 2 ساعت شما نگاه کنید، 2 ساعت 10 بار زنگ میزند تیز بیا که نشد. اینطور است. کلمه اولینه که کودک یاد میگیرد این کلمه مادر است. برای مادر 100 دم که روی، وزیر هستی، پرزیدنت هستی، کسی نباشی، برای او تو فرزند هستی، تو کودک هستی. از این رو حاضرین و کلی هموطنان را دعوت می نمایم که مادران خود را دوست دارید، نسبت به آنها مهربان و غمخوار باشید، عزتشان را بجا آورده هرگز آزارشان نرسانید و نگاه پر از مهر و شفقت را از آنها دریغ ندارید. قرض فرزندی ما در نزد شخصیت مبارک و بهشتی مادران
همین است. مادران را در هستیشان دوست دارید. دوست دارید. بعدی که از حیات گذشتن شما اشک میریزانید، صدقه میکنید، چیکار نمیکنید، دیگر یگان معنی ندارد. در زندگیتان مادر و پدر خود را دوست دارید، مهربان باشید. شنیدم سخنی که مادر به فرزندش میگوید یگان انسان نمیگوید. اینقدر زبان شیوای شیرینی مادری با سخنی که به فرزند و مهربانی که میکند یگان کسی دیگر اون سخن را، اون مهربانی صمیمی را به انسان نمیکند. بعدی سر که گذاشتن های دریغ میکنیم که یک لحظه دیگر در نزدم باشد گوشش کنم. وای دریغ دیگر نیست. زندگی غنیمت. سلامت باشید.